سامان ایر 10 نفر را در نوسیبیرسک سرگردان کرد. هواپیمای شرکت سامان ایر در خط سیر نوسیبیرسک خوجند که باید ساعت 15:10 با وقت محلی پرواز میکرد بدون آگاهی لغو شد. 10 نفر در فرودگاه سرگردانند و نمیدانند کجا روند. بدون آگاهی پیشکی همگی چند دقیقه قبل از شروع به قیدگیری بلیط ها اعلان شد که پرواز در خط سیر نوسیبیرسک خوجند لغو شده است. مسافران میگویند خانه های اجارهشان را سپاریدند و اکنون نمیدانند تا پرواز نوبتی در کجا هستند. بین مسافران زنان و کودکان و آنهایی که از شهرهای دیگر آمدند هستند. با گفته مسافران شرکت هواپیمایی مبلغ بلیط های خریدهشان را هم برنگردانده است. حالا قسمی از مسافران به روز 4 اکتبر که قرار است پروازش در همین خط سیر را شرکت روسی اورالسکی آویالینی انجام دهد بلیط خریدند، اما برخی برای خریدن بلیط پول ندارند و منتظرند که سامان ایر پول بلیط پرواز لغو شدهشان را برمیگرداند. وقتی که نوشته آماده می شد یکی از مسافران خبر داد که بلیط به پرواز اورالسکی آویالینی تمام شده است. نماینده شرکت سامان ایر به نزد مسافران برآمده بدون شرح سبب لغو پرواز گفته است که مسافران می توانند با همان بلیط هایشان سنه 8 اکتبر پرواز کنند. اما مسافران می گویند جای برای رفتن ندارند چون خانه هایشان را سپاریدند. اکنون بیشتر مسافران از تشخیص کووید 19 گذشته‌اند که همگی 3 روز مهلت دارد و برای پرواز آینده چه خط سیر اورال و چه سامان ایر باید از نو از تشخیص گذراند. قیمت تشخیص 3000 روبل روسی گفته می شود. سامان ایر جبران ضرر مسافران را به دوش نگرفته است و آنها مجبورند تا 1 هفته پول مهمانخانه و تشخیص نوی کووید 19 را از حساب خودشان پرداخت کنند. بار اول نیست که سامان ایر مسافرانش را در فرودگاه ها سرگردان می کند، اما نه جبران ضرر می پردازد نه عذر می پرسد. شرکت هواپیمایی سامان ایر خصوصی بوده به حسن اسدالله زاده دادر روس رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد و در جزیره های ویرجین به قید گرفته شده است. این شرکت در حال تاجیکستانی نامیده می شود و کل پروازها از تاجیکستان را از خود کرده است که به بودجه کشور انداز نمی سپارد و تمام درآمدش را به آفشورها می برد.